سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 24 ینور تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه انداز نو برای ماشین ها 1580 سامانی برای نابودسازی واسطه نقلیات، تظاهرات 100 نفر در یکوتسک بعد کشتار یک ساکن محلی از سوی جوان تاجیک، سقوط هواپیمای روسیه با 65 اسیر اوکراینی در ولایت بلگراد، بازداشت یک منصبدار برای ساختکاری امضای رئیس شهر خوجند، حبس 3 جوانزن افباش بعد جنجالشان با محافظان مرکز دلخوشی سیاره. و اکنون تفصیلات خبرها. لوی قرونزاده سردار شعبه اگنتی خدمت دولتی در ولایت سوخت تقریبا یک ماه قبل با اتهام ساختکاری اوجتا و غیر قانونی جدا کردن قطعه زمین برای بنیاد بنای بسیار قبطه در شهر خوجند دستگیر شده است. رادیوی آزادی روز 24 ینور سال 2024 خبر داد که حکم حبس لوی قرونزاده را دادگاه شهر خوجند صادر کرده است. در این قرار سخن از احتمال دخالت لوی قرونزاده به جدا کردن قطعه زمین برای ساختمان بنای بلند آشیانه حدود یک مکتب رانندگی شهر خوجند می رود. با استفاده از وکالت منصبی مکتوب آماده کرده به طور ساختکاری در آن امضای رئیس شهر فردوس شریفزاده را گذاشته است. گفته شده است در یک بخش قرار شهرداری خوجند درباره از امضای رئیس شهر فردوس شریفزاده سوء استفاده کردن یک منصبدار دولتی تا حال اظهار نظر نکرده است. در داستان ولایت سوق نیز به دلیل خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات درباره این قضیه معلومات ندادند. در قرار گفته شده است که این حالت ساختکاری امضای رئیس شهر خوجند ماه نوامبر سال 2023 رخ داده است، ولی پیوندانش گفتند که لوی قرونزاده در آن شب و روز در یک سفر کاری در ناحیه عینی قرار داشت. نزدیکانش به بیگانهی او اصرار می‌ورزند و تحقیق عادلانه قضیه را طلب دارند. آنها از پرزیدنت امامعلی رحمان، رئیس مجلس ملی رستم امامعلی و دادستانی کل یوسف رحمان خواستند که جریان تحقیق این پرونده را زیر نظارت خود بگیرند. لوی قرونزاده 22 مارس سال 1995 به دنیا آمده در دانشگاه صاحبکاری حقوق و سیاست شهر خوجند و اکادمی خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان تحصیل کرده است. تاجیکستان در گزارش‌های بین المللی در ردیف کشورهای از همه فسادزده دنیا نام برده می شود. هر سال دهها منصبدار دولتی در تاجیکستان و همین طور میانروهای آنها با اتهام غیر قانونی جدا کردن قطعه‌های زمین به دست می‌افتند، ولی با چنین اتهام بازداشت شدن یک منصبدار اگنتی خدمت دولتی که صلاحیتش در اصل یگان ربط به تقسیمات قطعه‌های زمین ندارد حادثه خیلی نادر است. در شهر یکوتسک پایتخت جمهوری ساخا یا یاقوتستان در منطقه سیبری شرقی روسیه یک جوان 18 ساله زاده تاجیکستان را که شهروندی روسیه را داشته است با اتهام کشتن یک مرد 26 ساله محلی در پی مناقشه در یک کلوب شبانه دستگیر کردند. آدمکشی روز 21 ینور رخ داده. این جوان و شریکانش را هنوز روز 22 ینور دستگیر کردند، ولی این قضیه روز 24 ینور در میدان لنین در مرکز یکوتسک در یک میتینگ بدون اجازت گرد جمع آمدن تقریبا 500 ساکن محلی رسانه‌ای شد. به نزد تظاهرگران معاون وزیر کارهای داخلی جمهوری یاقوتستان ولادیمیر اربوزوف و معاون سردار پلیس حفظ ترتیبات جمعیتی الگ لیبد آمده به مردم درباره روند تفتیش پرونده کشتار ساکن محلی بازداشت گمان شوندگان معلومات داده گفتند که این گردجمعی بدون اجازت دایر شده ایستاده است. مقامات از مردم خواستند که پراکنده شوند، اما مردم جمع آمده با اشاره به مهاجران میگفتند ما آنها را غم نمیدادیم، چرا آنها چنین رفتار میکنند؟ بعد چند ساعت تظاهرات در هوای 30 درجه سردی ازدحام به تدریج پراکنده شد. روز 24 ینور در روسیه مسنجر واتساپ ناگهان از کار برآمد. برخی رسانه‌ها از جمله تلگرام کانال به مقامات قدرتی روسیه نزدیک بعضا از کار ماندن این شبکه را به میتینگ یکوتسک ربط میدهند، چون که دعوت مردم برای گردجمعی در میدان مرکزی پایتخت یاقوتستان توسط مسنجرها از جمله توسط گروه‌های مخصوص در شبکه واتساپ تشکیل شده صورت می‌گرفت. بنا به اطلاع مقامات تفتیشاتی شب 21 ینور در حوالی یک بنای استقامتی در شهر یکوتسک یک مرد را با زخم کرد در قفس سینه‌اش پیدا کردند. او را تعجیلاً به بیمارستان بردند، ولی طبیبان نتوانستند این مرد 26 ساله زاده نویه نم
در کناره‌های شمالی پایتخت یاقوتستان را از مرگ نجادند. کارمندان پلیس باعث گرم با اتهام کشتار یک جوان 18 ساله زاده تاجیکستان ولی شهروند روسیه را دستگیر کردند. نشریه KR رو خبر داد که این ماجرا از مناقشه شب 20 ینور این جوان تاجیک با یک جوان محلی در کلوب شبانه میاتا آغاز یافته است. جوان محلی روز 21 ینور سراغه جوان تاجیک را توسط شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده برای ادامه حساب و کتاب یا رزبار همراه چند رفیقش به جای زیستی او رفته است. بین جوانان هنگام رزبار زن و زنی به عمل آمده است و 3 نفر از جمله آن جوان 26 ساله زاده نم کورد خوردند. زاده نم در بیمارستان جان داد. بقیه را پلیس دستگیر کرده است. روز 24 ینور رهبر یاقوتستان ایسن نیکولایف نیز توسط کانالش در تلگرام به ساکنان جمهوری مراجعت کرده و از آنها خواست که در میتینگ بدون اجازت اشتراک نکنند. نیکولایف به نزدیکان جوان کشته شده اظهار همدردی کرد و خبر داد که گمان بر شونده دستگیر شده است. او تصدیق کرد که نفر متهم زاده تاجیکستان ولی شهروند روسیه است. مقصد اغواگرانی که از جمله در خارجه قرار دارند یکی است درگیراندن نزاع، برانگیختن دشمنی، حزم جدا کردن ما، نوشت نیکولایف. رهبر جمعیت تاجیکان یاقوتستان هادی اویف در پی این کشتار پرسر و صدا به حال خانواده ساکن محلی کشته شده اظهار همدردی کرد و از ساکنان جمهوری خواست تا از روی یک نفر و رفتار او به تمام خلق تاجیک بهانه دهند. سال 2019 نیز در پی از جانب مهاجران کشته شدن یک ساکن محلی در یاقوتستان موج میتینگ ها با طلب از جمهوری راندن مهاجران دایر شده بود. روز 24 ینور سال 2024 تقریبا ساعت 11:00 به وقت مسکو در کنار دهه یابلانوی نویه کوروچای ولایت بلگراد روسیه در فاصله تقریبا 50 کیلومتر از مرز روسیه با اوکراین یک هواپیمای حربی نقلیاتی تمغه ایل-76 سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه خبر داد که این هواپیما 65 اسیر حربی ارتش اوکراین را برای تبادل اسیران به بلگراد می‌برد. اسیران را 3 پاسبان و 6 عضو اکیپاژ همراهی می‌کردند. والی ولایت بلگراد ویاچسلاو گلادکوف در کانالش در تلگرام خبر داد که همه آنهایی که در هواپیما بودند به هلاکت رسیدند. وزارت دفاع اوکراین اظهار داشت که هنوز سر و صداها درباره از ضربه موشک نیروهای اوکراینی سقوط کردن هواپیمای حربی روسیه را تصدیق کرده نمی‌توانند. در اول نشریه اوکراینسکای پراودا با تکیه به منابعش در ارتش اوکراین نوشت که سقوط هواپیما کار آنهاست. این منابع گفتند که هواپیما موشک‌ها را برای شبکه‌های موشکی زرکا از 300 می‌برده است. نشریه اوکراینی بعد این خبر را پاک کرد و نوشت که منبع دیگر اوکراینسکای پراودا این معلومات را تصدیق نکرد. اربکا اوکراین نیز به دنبال اوکراینسکای پراودا خبرش درباره از جانب نیروهای اوکراین زده شدن هواپیمای حربی روسیه را پاک کرد. وکیل دومای دولتی اندری کارتاپالوف ادعا دارد که هواپیما را با 3 موشک شبکه موشکی زرکا زدند. به گفته او در پی هواپیمای یکم یک هواپیمای دیگر با 80 اسیر اوکراینی نیز پرواز داشت، ولی بعد سقوط هواپیمای یکم این هواپیمای دومی را از نیمه رو برگردانیدند. منابع دیگر این ادعا را هنوز تصدیق یا رد نکردند. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گویا حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد و در آغاز توانست یک قسمت قلمرو این کشور را غصب کند، ولی بعدا ارتش اوکراین توانست یک قسم این منطقه را از دست روسیه پس بگیرد. در 23 ماه گذشته از آغاز این جنگ که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات مخصوص حربی نام میبرند، از هر دو طرف نزدیک 100,000 نفر کشته شده، بیش از 9 میلیون نفر زخمی شدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. صاحبان واسطه نقلیات در تاجیکستان شکایت دارند که بازرسی دولتی اتومبیلی به سر آنها انداز نوی را با نام تالان اوید به سپردن مبلغ پرداخت برای نابودسازی واسطه نقلیات اتومبیلی را بار کردند. از این به بعد از صاحبان ماشین‌ها طلب کرده می شود که در برابر انداز و پرداخت‌های دیگر ماشین که حدود 2000 سومونی را تشکیل می‌دهد، باز 1650 سومونی دیگر برای نابودسازی بسپارند.
یک همصحبت پایگاه خبری بام داد که ماشینش رو میبایست در بازرسی دولتی اتومبیلی ثبت نام کند. گفت به بخش‌های ثبت نام واسطه‌های نقلیات در بازرسی دولتی اتومبیلی از روز جمعه 19 ینور کار نمی‌کردند و ظاهراً طول 5 روز کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را به وارد کردن طلبات نو به برنامه‌های کامپیوتری این اداره مشغول بودند. دوام 5 روز کارافتادگان نمی‌توانستند ماشین‌های خود را ثبت نام کنند. روز 24 ینور شعبه‌های ثبت نام ماشین‌ها در بازرسی دولتی اتومبیلی به کار درآمد، ولی گفتند که از این به بعد برای هر واسطه نقلیات باید انداز نابودسازی هم بسپارید. از من فقط برای تالانش 70 سومونی طلب کردند. نرخ خود انداز نابودسازی 1580 سومونی بوده است. گفتند که این انداز یک بار سپرده می شود، نه هر سال. نقل کرد. این هم صحبت بام داد. یک کارافتاده دیگر خبر داد که برای ماشین کونه اوپل زفیر می باید سالانه 1760 سومونی بسپارد، ولی حالا به آن 1580 سومونی پول انداز نابودسازی اضافه شد. آن خود برای یک ماشین خورد برای یک سال 3340 سومونی بسپاریم. میپرسد این کارافتاده. همصحبتان بامداد میگویند برای اکثر صاحبان واسطه نقلیات در تاجیکستان سپردن بیش از $300 برای ماشین‌هایشان میانشکن است و خوب میشد اگر مقامات نسبت به مردم کمی انصاف میکردند. برای یک ماشین بیش از 3000 سومونی در حقیقت جبر است. با کیسه مردم ما تغری نمیگیرد. میگویند همصحبتان بامداد مسئولان بازرسی دولتی اتومبیلی تا کنون این انداز نو را رسما شرح ندادند، ولی بنا به اطلاع دریافتی حجم انداز نابودسازی میتواند وابسته به سال تولید و یا حجم ماشین از جمله سبکرو یا بارکش بودنش فرق میکند. در برخی کشورهای دیگر نیز انداز نابودسازی وجود دارد، ولی این انداز را معمولا از تولیدگران ماشین ها و یا وارد کنندگان واسطه های نقلیات یا به اصطلاح ماشین فروش ها پرداخت میکنند. در تاجیکستان چنین حالت‌های از خریداران طلب کردن پرداخت اندازهایی که در وقتش از تاجران ستانیده را فراموش کردند بار اول نیست. چند وقت باز در تاجیکستان با بهانه ثبت رقم تلفن صاحبان تلفن‌های موبیلی را مجبور کرده ایستادند که پول باج و خراج گمرکی تلفن‌هایشان را هم بسپارند، حتی اگر این تلفن چند سال پیش به تاجیکستان وارد کرده شده در این بین از دست گذشته باشد. مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 23 ینور سال 2024 از بازداشت 3 جوانزن با اتهام میدوباشی و به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم شدن هر سه آنها خبر داد. بنا به اطلاع میلیته پایتخت در اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان میلیتیا شهروندان پیرو و مدینه سال تولدش 1997، حسن و تمنا سال تولدش 1999، استقامت کنندگان شهر ترسونزاده و قربان و فرخنده سال تولدش 1996 استقامت کننده شهر ایسار دستگیر کرده شدند. خود این سه جوانزن برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی میلیته دوشنبه گفت ضمن سنجش معین کرده شد که این سه نفر سانحه 16 ینور سال جاری هنگام در داخل مرکز دلخوشی سیاره واقع در کوچه یکچنار قرار داشتند نسبت به محافظان طربخانه مذکور دشنام و حقارت نموده با الفاظ قبیح ترتیبات جمعیتی را داخلانه ویران کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت به هر سه دستگیر شده طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام میدوباشی پروتکل مأموری ترتیب داده شده جهت چاره‌جویی به دادگاه نویه فردوسی ارسال کرده شد. دادگاه در نوبت خود نسبت به هر کدام جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرد. در جامعه سنتی تاجیکستان دست به قانون شکنی زدن و حبس شدن زنان هر چنین حادثه عمل خیلی شرم‌آور به شمار می رود که داغ آن نه فقط یک خود زن قانون شکن بلکه آبروی نزدیکان او را هم داغدار می کند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که در اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان میلیتیا راننده автомاشین تمغه BMW رقم قید دولتیش 8786 MP01 شهروند پیرماتوف نسیم جان سال تولدش 1996 استقامت کننده شهر دوشنبه دستگیر کرده شد. خود پیرماتوف برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به اطلاع میلیتیا ضمن سنجش معین گردید که نامبرده سانحه 20 ینور سال 2024 در شهرهای کوچه حافظ شیروزی که با نام بیتانکه معروف است با ماشینش پایگاه غیر قانونی تشکیل نموده است. ماشین او را هم
بازداشت و به جریمه‌گاه میلیس دوشنبه دسترس کردند. وابسته به این حالت نسبت به راننده پیر معطوف نسیم جان طبق طلبات ماده 326 علاوه یک کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برای تشکیل پایگاه غیر قانونی پروتکل مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به دادگاه ارسال کرده شد. بر اساس این بند قانون به پیر معطوف نسیم جان برای تشکیل پایگاه غیر رسمی و اشتراک در آن همچون جزا و جریمه به اندازه از 250 تا 300 نشان دهنده برای حسابها با محروم کردن از حقوق اداره واسطه نقلیات به مدت 2 سال تهدید میکند. در صورت تکرار عین قانون شکنی همچون جریمه این دفعه 400 نشان دهنده برای حسابها یعنی 28800 سومایی را تشکیل خواهد داد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که از 19 تا 22 ینوار سال 2024 در راههای جمهوری 5 صدمه مرگاور رخ داده است. از جمله شب 19 ینوار سال 2024 تقریبا ساعت 22:20 راننده ماشین تمغه تویوتا کرولا سعید سیدعلی سال تولدش 2000 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت با روی ماشینگرد کوچه خلقای شهر دوشنبه پیادهگرد شخصیتش نامعلوم جنس مرد تخمینا 30 ساله را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد مذکور جراحت‌های وزن جسمانی برداشته از جانب خود راننده هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. 20 ینوار سال 2024 تقریبا ساعت 15:00 راننده ماشین تمغه وز 2107 ملاخوف عین دین سال تولدش 1954 ساکن نویه بلخی هنگام حرکت در حدود دهه نوروز همین نویه قاعده های حرکت را ویران نموده به سمت مقابل راه برآمده به ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده بختیف خوشوقت سال تولدش 1988 ساکن نویه مذکور برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه وز 2107 ملاخو و مسافرش عبدالنظرف هلالدین سال تولدش 2005 ساکن نویه بلخی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. سپس در بیمارخانه ملاخوف به هلاکت رسیده است. 21 ینوار سال 2024 تقریبا ساعت 15:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا کوگانوف ابراهیم سال تولدش 1988 ساکن نویه یووان هنگام حرکت از سمت جماعت دهات چورگل به سمت جماعت دهات دهنه در حدود دهه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده خرسال حکمت الله زاده عبادالله سال تولدش 2018 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خرسال حکمت الله زاده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 21 ینوار سال 2024 تقریبا ساعت 13:20 راننده ماشین تمغه BMW یلیاروف شهباز سال تولدش 1999 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت کوچه ابای به سمت کوچه شیروزی در روبروی درآمدگاه بینای گیمنازیوم رقم 4 از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد طالب و معصومه سال تولدش 1968 ساکن شهر ایسورا پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد طالب و جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. و صبح 22 ینوار سال 2024 تقریبا ساعت 06:00 در شورای دوشنبه کولاب در حدود نویه دنغره راننده ماشین تمغه اوپل استرا سیمرود قیومیدین سال تولدش 1991 ساکن نویه فرخار هنگام حرکت از سمت شهر کولاب به سمت شهر دوشنبه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به قسمت قفای ماشین تمغه تویوتا کمری تحت اداره راننده جهانگیر مومن سال تولدش 1993 ساکن نویه ووسه که با سبب‌های نقصان تکنیکی در کنار راست راه قرار داشت برخورده است. در نتیجه مسافرزن ماشین تمغه اوپل استرا جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است و مسافرزن دیگر ماشین مذکور ایسای و بیبیسورا سال تولدش 1989 ساکن نویه فرخار جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاورش پرخطر دانسته می شود. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه اسماعیل سامانی عریضه زن 48 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 22 ینوار سال 2024 هنگام در خیابان رودکی پایتخت به автомашинаи такси савор шудан аз ҷайбаш як аdat телефони мобилии тамғаи Samsung афтида аст. баъдан ронандаи такси аз дохили автомашина телефони мазкурро дарёфт намуда ба маблағи 2900 сомонӣ фурӯхтааст.
هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سامونی با عریضه مرد 38 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که 14 ینور سال 2024 مرد 41 ساله ساکن شهر ایسار با راه پنهانی به انبارخانه‌اش در آمده از آنجا یک عدد اسباب کفشگری و دیگر تجهیزات ساختمانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 8000 سامانی را تشکیل می‌دهد. همزمان در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا دو مرد 32 و 34 ساله ساکنان شهر اسفره همچون گمانبران در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. گمانبر شوندگان شب 18 به 19 ینور سال 2024 با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 55 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از آنجا لباسهای زنانه را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 6000 سامانی را تشکیل می‌دهد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده با عریضه مرد 40 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که اولای ماه نوامبر سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از آنجا مال و اشیاء روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 10000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 43 ساله ساکن همین شهر که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.